معتادین در ولایت بغلان، جماعت متروک و مفلوک که زندگیشان به دور از فامیل و اینگونه در میان مغاره های خود ساختهشان می گذرد. تنها در همین جا یعنی گوشه از شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان بیش از 200 تن اینچنین خوارزار افتیده اند و در میانشان از انجینیر تا معلم و منصوبین قبلی اردو دیده می شود. ما از دولت ما خواهشمندیم که توجه به این مردم بیچاره که فعلا در اینجا میبینید در دور و بر در خانه ها زندگی میکنن یک مقدار داشته باشن. اما متاسفانه بسیار وقت از چند بار دیگه ما خواستیم با ایشان همین مصاحبه داشتیم اما کسی توجه به ما نکردن. 14 سال تحصیل دارم و 4 سال تجربه کاری دارم مربوط خلورده 203 تندر گردز به واسه غزنی کنده که 4 ماه دوان سرده غزنی در طول بتره دوم بریدمان کماندان بلوک فای وظیفه کردم مسلکی هستم. دسی هم یک تو به دسی 122 میلیمتری اوبوس مسلکم بوده که در 4 سال ما در هر روز 6 ساعت ما 70 نفر هر روزانه در روز 6 ساعت تدریس داشتیم. ولی از روزی که معتاد شدیم ورده با این مواد هستیم غلطیدیم نه کار از نه بار نه باقی. اینجا حتی حیوانات از شر مواد مخدر در امان نمانده و به گفته معتادین این گوسفند در همنشینی با معتادین معتاد شده و همیشه خودش را در میان کسانی که مواد استفاده می کنند قرار می دهد. ما که چیز از زهر مقاتل است بودن از این که میزنیم دود دیگه که منطقه که میرسنه منطقه دود دیگه پاکده خراب میکنن فهمی محال منطقه را خراب میکنن چیز نفر است کلگی شنوی تا پودری شده این از برکت نفران این سه که گوسفند حیوان است این پودری شده نمیاره اینمی گوسفند نه از خانه صاحبش که اعلام میشه این تو به یک وضعیت بسیار وحشت زده داری میاد میاد در خط پودری اگر یک پودری را اذیت بکنه که پس اعلام بکنه میاخذ میندازه در داخل دره از یا که چی رقم سر من داخل کنم داخل از اگر کسی مزاحمت بکنه دایی که خودش پیش نکنه یک طور ازت 3 نفر غلطید یک نفر ازت 3 نفر تکر کرد 3 نفر پودری غلطید. اکثر معتادین در اینجا در کشورهای مانند ایران و پاکستان اسیر اعتیاد شده اند و بقیه هم در همنشینی با آنها. اینجا زنان معتاد دیده نمی شوند ولی گفته می شود شب هنگام تعداد زیادی از آنها به بهانه دیدار با بستگان معتادشان به اینجا می آیند و بعد از مصرف مواد برمی گردند. فضل حق اندرابی رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان می گوید بنابر آمارهای تخمینی موجود بیش از 60,000 تن از جمله هزاران زن در این ولایت معتاد به مواد مخدرند. در سال 2009 در 52,000 نفر بود که اگر ما تخمین بکنیم با 10 سالی که تیر شده احتمالاً که از 62,000 هم بالا بره. دلایلش است که این ما تخمینی میگیم و دلایلی که از 62,000 احتمالاً بالا بره همون است که دسترسی بسیار نزدیک تعداد جوانان و نوجوانان به مواد مخدر دارند. او می افزاید 2 شفاخانه 20 و 30 بستر برای تداوی معتادین در ولایت بغلان وجود دارد ولی این بسنده و راه حل نیست و باید کشت مواد مخدر از ریشه خشکانیده شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.